بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت دوم در صفت الحکیم هستیم. پنجمیش گفتیم و هو الحاکم الذي يجب ان يرجع اليه في الاختلافات والمنازعات. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الحاکم الذي يجب ان يرجع اليه، یعنی الله سبحانه و تعالی حاکم هست. وقتی که الله را شناختیم که الله الحاکم هست، چی معنی؟ یعنی هو الحاکم الذي يجب ان يرجع اليه في الاختلافات. او حاکم هست که در اختلافات باید به او رجوع کرده شود و در منازعات باید به او رجوع شود. چی معنی؟ معنی از که یعنی الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که الحکیم است، حکم کننده هست. حالا وقتی که شما فهمیدین که الله الحکیم است و به این صفت الله ایمان دارین و به این آیات قرآن عظیم شان که الله را برش تخصیص حکم میده و میگه که حکم عبادت است و باید از الله اطاعت شود، حالا اگر شما به این آیات قرآن ایمان دارین صادقانه، الله متعال میگه که در اختلافاتتان باید چی بکنین؟ در اختلافتان اگر اختلاف سیاسی هست، اگر اختلاف اقتصادی هست، اگر اختلاف در عبادات پیدا کردین، اگر اختلافات مثلا در مسائل فامیلی و خانوادگی هست، اگر اختلافات نظام اقتصادی و مالی هست، در تمام از اختلافات شما چی کنین؟ به الله رجوع بکنین و در هر چیزی که منازعه کردین و جنجال کردین به الله رجوع بکنین. ببینید الله متعال چی میگه؟ الله متعال در سوره شورا در آیت دوم میگه و ما اختلفتم من شیء فحکمه الی الله. در هر چیزی که اختلاف کردین حکمش رجوع میکنه به کی؟ به الله. مثلا ما اختلاف کردیم در نماز، به کی مراجعه میکنیم؟ به الله، به کتاب الله رجوع میکنیم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. قرآن وحی است و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث صحیح وحی هستند. پس ما در اختلاف خود، تو یک قسم نماز میخونی، یک قسم دیگه نماز میخونه، اردوش مسلمان است و موحد است. حالا اختلاف پیدا شد، ما به قرآن عظیم شان رجوع میکنیم و به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر الله متعال میگه و ما اختلفتم فیه، اختلافی که در چیزی کردین. خب در نماز اختلاف کردیم، در مسائل اقتصادی اختلاف کردیم. یک کسی میگه که زکات باشه، یک کسی میگه مالیه باشه. الله متعال چی میگه؟ الله متعال زکات فرض کرده، پس در این جهان در نظام مالی هم باید به حکم الله باشه. در نظام اجتماعی مثلا در یک جای شما هستین، اونجا قانون جور میکنه یک کسی که اینجا ازدواج همجنس با هم جایز است، او میای بر شما میگه چی مشکل داره؟ شما میگه برادر ما مسلمان هستیم. وقتی که در این مسئله اختلاف شد، تو مسلمان هستی؟ مسلمان هستی ولی خب الله میگه و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. وقتی که اختلاف در یک چیزی کردین حکمش به الله هست. ببینید الله متعال چی حکم کرده در مسائل سیاسی. ما در مسائل سیاسی میخوایم پادشاه داشته باشیم، رئیس جمهور داشته باشیم، چی داشته باشیم؟ خلیفه داشته باشیم، نظام ما خلافت باشه، نظام ما چی باشه؟ رجوع میکنیم به حکم الله. الله ما را چی تعیین کرده؟ انی جاعل فی الارض خلیفه. الله متعال آدم علیه السلام خلیفه در زمین تعیین. تنها آدم علیه السلام تعیین کرده؟ برای داوود علیه السلام هم میگه که یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض، تو خلیفه هستی در زمین. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و عیسی علیه السلام تمام پیغمبرها چی هستند؟ خلیفه هستند در روی زمین. پس نظامی که اونا تطبیق میکنن نظام خلافت الهی در زمین الله هست. خلفای راشدین چی را ساختن؟ خلافت خلفای راشدین ساختن. پس وقت اختلاف میکنیم رجوع میکنیم. الله متعال میگه که اگر شما مسلمان هستین و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، اگر در یک چیز شما اختلاف میکنین حکمش به طرف الله هست. یعنی او را کی حکم میکنه؟ الله حکم میکنه، فیصله میکنه. و الله فیصله کرده با چی؟ فیصله کرده با وحی جلی، با آیات قرآن، و فیصله کرده با احادیث پیغمبر فرستاده و بر پیغمبر لحظه به لحظه ملائکه میه و برش کل چیز درس میده و تعلیم میده. وحی جلی و وحی خفی. وحی جلی قرآن و وحی خفی احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله میگه وقتی که اختلاف کردین در چی، حکمش مربوط به الله میشه. ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انوب. بگو که این رب ما هست، او هست که برای من تعیین میکنه حلال و حرامه، او هست که برای من خوب و زشت تعیین میکنه، او هست که حکم میکنه. خب
آیت دیگر میبینیم، در آیت دیگر میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای مؤمنان شما از الله اطاعت بکنید. از الله در چی اطاعت میکنید؟ الله قرآن فرستاده، بناهن اطاعت از الله بکن. وقتی که آیات قرآن برات حکم میکنه اطاعت بکن. و اطیعوا الرسول، از رسول اطاعت بکنید. از رسول چه قسم اطاعت بکنیم؟ رسول سنت قولی داره، سنت فعلی داره، سنت تقریری داره. پس رسول صلی الله علیه و سلم الله گفت در نماز بخوانید، اقیموا الصلاه، اطاعت کردیم گفتیم یا الله نماز میخوانیم. آلی نماز چه قسم بخوانیم؟ الله میگه و اطیعوا الرسول، رسول براتون آمده که لتبینه، براتون بیان بکنه. پس اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. خب اگر ما مثلا رهبر خلیفه مسلمان ها هست یا امیر مسلمان ها هست یا امیر جهاد است، الله متعال میگه و اولی الامر منکم. آلی وقتی که ولی امرت برات میگه که مثلا خودت برو در فلانی جبهه، برو در فلانی منطقه، خودت برو وظیفیت است. آلی اینجا چی است؟ وقتی که الله را اطاعت کردی و امی و اول الامر منکم، اینجا ببینید کلمه اطیعوا تکرار نشده. چی معنی؟ یعنی شما اطاعت الله را بکنین و اطاعت رسول بکنین و اطاعت از اول الامر بکنین، به شرطی که او اطاعت از الله و رسول میکنه. و کلمه منکم اینجا گفته شده که اول الامر شما، ای خلیفه شما، ای بزرگ شما، ای امیر شما باید چی باشه؟ از جمله شما یعنی مسلمان باشه. اگر از دایره اسلام خارج شد باز او اطاعت نیست. اگر مرتد شد باز از او اطاعت نیست. چه وقت از او اطاعت میشه؟ وقتی که او خودش اطاعت از الله و رسولش میکنه. پس اینجا الله متعال وقتی گفت که اطاعت از الله بکنین و اطاعت از رسول بکنین و اطاعت از اول الامر بکنین که از جمله شما باشن، فان تنازعتم فی شیء، اگر در یک چیز منازعه کردین، جنجال براتون پیدا شد، چی میکنین؟ فردوه الی الله و الرسول، الله حکم الله است. پس این برگردانید ببینید که الله چی گفته در این راستا، رسولش در سنت قولی و فعلی و تقریری خود چی گفته است. ان کنتم تؤمنون بالله، الله میگه اگر واقعا شما مؤمن هستین به الله و رسولش، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به الله و روز قیامت ایمان دارین، شما این کارا بکنین. اگر ایمان ندارین، ادعای دروغی میکنین و دلشان دیگه، باز الله فیصله میکنه. لکن الله متعال میگه که اگر شما ایمان به الله و روز قیامت دارین، در منازعاتتان موضوع را به الله و رسولش ببینین که در قرآن چی هست و در سنت صحیحه چی هست. سوره النساء آیت 59. در آیت دیگه الله متعال میگه و مختلفتم فیه. ببینید آیات زیادی از قرآن است. این حال اگر کسی یک صفت الحکیم الله را انکار میکنه، به صدها آیات قرآن کافر میشه. به صدها آیات قرآن کافر میشه. مثلا ما کافر داریم که اعتقادی هست، کافر داریم در عبادات کافر است. چطور در عبادات کافر است؟ به خاطر از اینکه عبادت در عبادات الله حکم الله را قبول نکرده، آیات که مربوط عبادات است این انکار میکنه، این کافر شدن. سبحان الله. فقط همین دو قسم کافر است؟ نه، یک قسم دیگه هم کافر است. چه قسم کافر است؟ کافری که در نظام اجتماعی اسلام کافر است. چی معنی؟ در نظام اجتماعی هم کس کافر میشه؟ بله، آیات قرآنی که درباره نظام اجتماعی است از این انکار میکنه. الله متعال میگه که ازدواج بین مذکر و مؤنث میشه، این میگه نه، ازدواج بین مذکر و مؤنث میشه و این قانون قبول میکنه. پس این کافر است. کفرش در چی هستن؟ در آیات قرآنی که نظام اجتماعی را تعیین کرده. کافر شده به آیاتی که نظام اجتماعی اسلام تعیین کرده. خب عمیق سه قسم شده. مثلا اخلاقیات است. چه قسم اخلاقیات است؟ یعنی مثلا الله متعال برای یک انسان مسلمان مثلا ستر عورت داده برای زن و مرد مسلمان. برای زن مسلمان گفته که یدنین علیهن من جلابیبهن، چادرهای خدا چی کنن؟ خدا بپوشانن و چی کنن؟ ولیضربن، این قسم مثلا خانه‌های خدا با چادر خود و با حجاب خود پت بکنن. آیا یک کسی اینمی حجاب قبول نداره، اینمی ستر عورت قبول نداره، پس این انسان در نظام اخلاقی اسلامی کافر شد. چرا در نظام اخلاقی اسلام کافر شد؟ به خاطر از اینکه آیاتی که بر از این تعیین میکنه که اینی قسم اخلاق تو باشه، وقتی این اخلاق ای آیات قبول نکرد، دلم هر چی که کردم خودم میفهمم کارم، در اینجا در این آیات قرآن کافر شدن. بعضی کسا هستن که در نظام
عبادات کافر نیستن، عبادات ها را قبول دارن، اما در نظام کافر میشه؟ در نظام اخلاقی. یک کسی در نظام اقتصادی کافر است. مثلا یک وقت بعضی کسا بودن به نام سوسیال دموکرات میگفتن، یا چه قسم مردم ها بودن میگفتن ما نظام عبادات الله را قبول داریم، ما مسلمان هستیم، کلمه میخوانم و نماز قبول دارم، روزه را قبول دارم، حج قبول دارم، اما نظام اقتصادی را من نظام سوسیالیستی را میارم یا نظام کپیتالیستی را میارم. این نفر وقتی که میگه من نظام سوسیالیستی و کپیتالیستی را قبول دارم، مشکلش چی است که او آیات قرآنی که درباره اقتصاد است از او انکار میکنه، میگه در اسلام اقتصاد نیست. پس به چندین آیتی که مثلا بزرگترین آیت در قرآن عظیم شان آیت مداینه هست، آیت اقتصاد است، این به بزرگترین آیت قرآن کافر شد. الله متعال مثلا میگه که کلوا واشربوا ولا تسرفوا، در مسائل اقتصادی هست، چی را تجارتش بکنیم چی را تجارتش نکنیم، تجارت شراب حرام است. اینجا اگر کسی نظام اقتصادی اسلام قبول نداره، با آیاتی که در راستای اقتصاد است ای کافر شدن. یک کسی نظام مالی اسلام قبول نداره، میگه من نظام مالی را دلم خودم میفهمم، نظام مالی میفهم. نه خیر، پیسه کدامش حلال است که تو حاصل بکنی، کدامش حرام است و چه قسمی رو محافظت بکنی. اگر میگی من نظام مالی اسلام قبول ندارم، تو کافر شدی به این آیات قرآنی که درباره نظام مالی اسلام است. همین قسم یک نفر کفر است، کفر سیاسی. در سیاست هم کس کافر میشه؟ بله، در سیاست هم کس کافر میشه. چه قسم کافر میشه؟ مثلا آیات قرآن است که درباره سیاست اسلام هست. الله میگه باید نظام اسلام این قسم باشه، حکومت اسلامی باید به این قسم باشه و باید حاکم مسلمان این قسم حکم بکنه و قاضی مسلمان این قسم حکم بکنه و حاکم مسلمان کسی که حکومت به دست از او هست باید به اینی سیستم و با اینی نظام این حکومت بکنه. بسیار آیات در این راستا هست که علما ایرا در السیاست الشرعیه این آیات ذکر کردن، در نظام سیاسی اسلام این آیات ذکر شده. این حال اگر کسی میگه در اسلام سیاست نیست و من سیاست اسلام قبول ندارم و من با سیاست کار ندارم و من با سیاست ارتباط ندارم، این حال آیات قرآن را انکار میکنه که درباره سیاست اسلام هست. اینجا این کافر شد. به چی؟ کفر سیاسی شد. دعوت قبول داره، اعتقاد قبول داره، نظام مالی را قبول داره، اما سیاسی را قبول نداره. یک کسی سیاست در نظام قضایی کافر قضایی هست، در نظام قضایی هم کس کافر میشه؟ بله، آیات قرآن هست. آیات قرآن میگه و فی القصاص حیات. یک کسی میخیزه میگه که قصاص خشونت است. اینمی شخص میگه که والا من قصاص قبول ندارم، من قطعیت دست قبول ندارم، من حدود قبول ندارم و اسلام به این شکل قبول ندارم، این اسلام افراطی هست. این با این کلمه خود و با این عقیده خود از تمامی آیاتی که در مورد حدود و قصاص و احکام قضایی اسلام است، از این آیات ای کافر شده. پس این به نظام قضایی و آیات قرآن کافر شد و این خودش عقیده داره که اگر یک نفر به یک آیت قرآن کافر شود هم کافر است، اگر بس کل آیات قرآن هم کافر شود کافر میشه. متوجه هستین؟ پس در این راستا انسان مسلمان موحد باید بفهمه که او الله که حاکم هست در کل بخشایش است. اینمی قسم در نظام تعلیمی و تربیوی، اینمی قسم یک نفر مثلا الله میگه که علم باید داشته باشی، فعلم انه لا اله الا الله، حاصل بکن تو زن مسلمان فرض سر تو، فعلم الله امر کرده فعلم انه لا اله الا الله، اینمی علم بالای تو فرض است سر تو زن مسلمان، مرد مسلمان و سر تو زن مسلمان. اینجا علم لا اله الا الله فرض است که باید بفهمی که لا اله الا الله چی تعهداتی داره و شروط لا اله الا الله چی است و به لا اله الا الله محمد رسول الله چه قسم ایمان داشته باشه. این حال اگر کسی این آیات قرآن مثلا میگه که نه علم نیست فرض و من قبول ندارم، به این آیات قرآن که فعلم 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 در آیات قرآن آمده هست، به این کافر میشه. پس بسیار احتیاط باید شود. پس نظام تعلیمی و تربیوی کی برای ما تعیین میکنه؟ الله. علم یاد بگیریم، چه قسم علم یاد بگیریم، در کدام شرایط یاد بگیریم، کدام علوم یاد بگیریم و کدام علوم مثل جادوگری و مثل این چیزها که حرام است از این اجتناب بکنیم.
کل ازی هست. اگر کسی در نظام تعلیمی و تربیوی این کار میکنه این کافر میشه. همین قسم حتی در نظام فرهنگی کسی کافر میشه. در فرهنگ اسلامی صبح با طلوع فجر صادق شروع میشه. در نظام کفری که است صبح 12 بجه شب شروع میشه. آله من مسلمان هستم، چه وقت روزه من شروع میشه؟ نصرانی روزش چه وقت شروع میشه؟ اون نصرانی اگر روزه میگه از 12 بجه شب و بعد چیز خوردن نمیتونن. چرا؟ فرهنگ نظام فرهنگی از او 12 بجه است. اما نظام فرهنگی اسلام که است صبح از طلوع فجر، طلوع صبح صادق هست تا فجر طلوع صبح صادق ما غذا میخوریم، بعد از اون روزه میگیریم. و شام در اسلام چه وقت شروع میشه؟ در اسلام شام شروع میشه از چی؟ بعد از اینکه مغرب شد و غروب کرد آفتاب شام شروع میشه. پس در نظام کفری چی هست؟ پی ام و ای ام هست. 12 بجه شب روز شروع میشه و 12 بجه روز شام شروع میشه. پس اینجا مشکلات است که اگر کسی در نظام، مثلا در نظام الهی روزه در ماه مبارک رمضان هست، اینا اگر کسی عید، مثلا ما عید داریم، عیدی که بعد از رمضان است و عیدی که مثلا بعد عید قربان هست، اینا اگر کسی میگه من این نظام قبول ندارم، یک عید ساختگی دیگه جور میکنن بناهن از آیات قرآنی که برای ما در مسائل فرهنگی تعیین کرده که سال تو چقدر وقت است، ماه تو چه وقت است، روز تو چه وقت شروع میشه، عید تو چه وقت است، خوشی تو چه وقت است، غم تو چه وقت است. این در نظام فرهنگی انسان کافر میشه. چرا کافر میشه؟ و مو آیات و احادیثی که در راستا هست این کافر شده هست. و می قسم در نظام جهادی یک کسی مثلا از جهاد انکار میکنه، انسان کافر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که آیات زیادی درباره جهاد است. اینا رو وقتی که میگه در اسلام جهاد نیست، این جهاد میگه خشونت میگه، این جهاد مثلا میگه که تندی هست، این مجاهد تروریست میگه و جهاد تروریسم میگه. این انسان با اینمی الفاظ خود کافر میشه به خاطر که آیات قرآنی که جهاد تعیین کرده از این انکار میکنه و با انکار هر آیت قرآنی انسان از دایره ایمان خارج میشه. با می شکل آیاتی که درباره دعوت است، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. اینا آیات درباره دعوت است. یک نفر من دعوت نمیکنم و دعوت خوش ندارم و دعوت اسلامی باید نباشه و این درست نیست و رد میکنه دعوت اسلامی را، این به آیاتی که درباره دعوت اسلامی هست این کافر میشه. پس مسلمان واقعی است که هم در اعتقادات، هم در عبادات، هم در نظام سیاسی، هم در نظام قضایی، هم در نظام اجتماعی، هم در نظام اخلاقی، هم در نظام مالی، هم در نظام تعلیمی، هم در نظام فرهنگی، هم در نظام جهادی، هم در نظام دعوتی، در کل از این آیات قرآنی که هست کل از این چی کنن؟ قبول بکنن و مختلفتم فیه فحکمه الی الله. در هر کدامش که اختلاف داشته پس حکمش به الله هست. این قسم ما صفت الحکیم الله را میشناسیم. ششم، الحکیم چی معنی؟ و هو الحاکم الذی ارسل الرسل و انزل کتبه. الحکیم او حاکم، حکم کننده است که پیغمبرا را فرستاده، به حکم از او پیغمبرا آمده و به حکم از او کتاب ها نازل شده. چرا؟ للحکم بین الناس وفق تشریعه، تا که این پیغمبرا و این کتاب ها مطابق اینمی کتاب های آسمانی و مطابق اینمی هدایات پیغمبر، این پیغمبرا مطابق همین کتاب ها در بین مردم حکم بکنن. پس این پیغمبر وقتی که مبلغ از دعوت میکنه، وقتی که قدرت برش رسید، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم وظیفه چی است که دعوت بکنه. چند سال در مکه مکرمه، وقتی که در مدینه منوره آمد، این پیغمبر باید حکومت اسلامی را بسازه، نظام اسلام را بسازه که در اون نظام اسلام تمام احکام شریعت الهی تطبیق شود. به حکم کی؟ به حکم ذاتی که الحکیم است. ببین الله متعال چی میگه؟ كان الناس امه واحده فبعث الله النبیین. الله متعال چی کرد؟ پیغمبران را فرستاد، مبشرین و منذرین. پیغمبران دو وظیفه دارن، هم مبشر هستن
ام منذر هستن. مبشر چی معنی؟ یعنی بشارت میده برای مؤمنین برای جنت و بیدینا را از آتش دوزخ میترسانه. و انزل معهم الکتاب، الله میگه به امرای اسنا کتاب هم فرستاده هست. چی رو فرستاده؟ کتاب هم فرستاده. چرا این کتاب فرستاده؟ سبب و علتش چی است؟ لیحکم بین الناس. اینجا اینی لام علمایی که عربی رو خوب میفهمن و زبان شناس هستن، نحو و صرف و بلاغت میفهمن، اونا چی میگن؟ میگه اللام اینجا لام سببیه هست، یعنی علتش بیان میکنه که الله متعال پیغمبرا را برای بشارت مبشرین منذرین روان کرده و به امرای پیغمبرا کتاب هم روان کرده هست. برای چی روان کرده؟ لیحکم بین الناس، تا که بین مردم مطابق اینمی کتاب حکم صورت بگیره. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. پس کتاب‌های آسمانی و پیغمبرها برای چی هستن؟ به خاطر حکم هستن که در زمین باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت کرد، بله دعوت کرد. چقدر وقت دعوت کرد؟ کل عمرش دعوت میکرد، ولی 13 سالی که در مکه مکرمه بود دعوت کرد. وقتی که در مدینه منوره آمد، اینجا باز بر علاوه دعوت دیگر نظام های اسلام هم تطبیق کرد. چی کرد؟ حکومت ساخت پیغمبر. بله، حکومت کی میسازه؟ سیاستمدار میسازه. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیاستمدار بود. طبعا سیاستمدار بزرگ بود. بعضی مردم ها میگن که سیاست و اسلام جدا هست. این کفر است، کلمه کفری هست. چرا؟ پیغمبر سیاستمدار هست. چه قسم سیاستمدار است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کان بنو اسرائیل یسوس بینهم الانبیاء. پیغمبرا بنی اسرائیل چی بود؟ در بینشان کی سیاست میکرد؟ پیغمبرا میکردن. پس وقتی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره میه حکومت جور میکنه، این چی هسته؟ یعنی که این پیغمبر سیاستمدار است. این سیاستی که مثلا میگن که سیاست کار شیطان است، سیاست های شیطان ها، سیاستش هم شیطانی است. اما پیغمبر وقتی که عقیدهش توحیدی هست، سیاستش هم توحیدی هست. متوجه هستین؟ چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مبلغ و داعی هست اینجا حکومت جور میکنه؟ به خاطر که آیت قرآن برش نازل شده که الله متعال پیغمبرا را فرستاده، به خاطر بشارت فرستاده که مردم خوشخبری بده، تبلیغ بکن، منذرین مردم از آتش دوزخ بترسان، نذیر هستی، بشیر هستی، نذیر هستی، لکن سیاست مدار هم هستی. این کتاب براتون نازل شده لیحکم بین الناس، تا که حکم بکنی مطابق همین کتاب در بین مردم. در اقتصاد حکم بکنی، در سیاست حکم بکنی، در قضا حکم بکنی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم قضا داشت، مطابق قضای اسلامی حکم میکرد. مارکت اسلامی داشت، مطابق از او اقتصاد تطبیق میکرد. زکات میگرفت، نظام اقتصادی اسلام بود. پس چی هست؟ اینجا هست که الله متعال اینا را فرستاده. ببین پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله خطاب میکنه، میگه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. الله میگه انا. ببینید الله در جایی که عظمت خدا، قدرت خدا و بزرگی خدا و کبریا و جلال خدا بیان میکنه، باز اونجا چی میکنه؟ جمع را استعمال میکنه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ای پیغمبر، ما به قدرت و عظمت خود بالای تو این کتاب نازل کردیم، قرآن عظیم الشان به حق. چرا؟ علتش چی است؟ لام تعلیل است. لتحکم بین الناس بما اراک الله. تو حکومت بکنی در بین مردم، قضاوت بکنی در بین مردم، بما اراک الله، با اون چیزی که الله تو را نشان داده، نه مطابق فرهنگی که تو در اونجا 40 سال در بین مردم عرب کلان شدی و اونجا فرهنگ جاهلیت بوده، بلکه مطابق فرهنگ اسرانی، بلکه مطابق حکم الله، آنچه که الله برات نشان داده مطابق هستیم حکم بکنی، حکومت بکنی، سیاست بکنی. سیاست در قرآن هست. این خیلی چی هست؟ آیا سیاست نمیگه دانشمندا وقتی که ما نظام سیاسی اسلام میخوانیم، بزرگترین فیلسوفا و سیاستمدارای جهان چی میگن؟ سیاست چی هست؟ میگه سیاست عبارت است علم و فن حکومتداری هست. چه قسم حکومت بگیری و چه قسم حکومت نگاه کنی. خلاصش همین هست. آل پیغمبر چه قسم حکومت گرفت و چه قسم حکومت تطبیق کرد نکرد. پس پیغمبر چی شد؟ سیاستمدار هست. این سیاست که پیغمبر تطبیق میکنه به اساس چی میکنه؟ به اساس آیات قرآن میکنه که
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. و آیت دیگه که درباره دعوت است اونجا میگه که یا ایها النبی بلغ، تبلیغ بکن. لکن اینجا باز اینجا چی هست؟ اینجا میگه تحکم بین الناس بما اراک الله. پس اینال پیغمبر که هست در زندگیش یک بخش نیست. پیغمبر امی قسم که رئیس دعوتگرا هست، دعوت میکنه، رئیس مبلغین است، تبلیغ میکنه، رئیس تبلیغ است. اینمی قسم رئیس جهاد هم هست، جهاد هم میکنه. پیغمبر رئیس سیاست هست، یعنی سیاست مدار هم هست و سیاست هم میکنه. و قاضی هم هست، رئیس قضات هست، پس قضا هم کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اقتصاددان هم هست، احکام اقتصادی هم داره. از چرا؟ به خاطر ازی که وقتی که یک حکم بر یک انسان میاد، یک دفعه حکم میامد بر پیغمبر که حی علی الصلاه، به نماز بیاد، پس پیغمبر حرکت میکرد، وضو میکرد بر نماز. آل بود حکم میامد که حی علی الجهاد، بعد جهاد حرکت میکرد. حالا پیغمبر چی میکرد؟ عاجل زهیر میپوشید و سر خود چی میکرد؟ و صلا را میگرفت، حرکت میکرد به میدان معرکه. چرا؟ به خاطر از اینکه احکام الله است. در یک جای میگه تبلیغ کو، پیغمبر تبلیغ میکنه. در یک جای میگه که اقیم الصلاه، نماز بخوان، پیغمبر نماز میخونه. در اینجا الله متعال در آیه سوره نساء آیه 105 میگه که ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، ای پیغمبر این کتاب به حق نازل شده. حق در ایده کتاب است. چرا این کتاب نازل شده به حق بالای تو؟ لتحکم بین الناس بما اراک الله، به خاطر که تو حکومت بکنی در بین مردم به آن چیزی که الله تو را نشان داده. ولا تکن للخائنین خصیما، و برای خائنان خصومت کننده ما باش. او کسی که سیاست اسلام قبول نداره خائن است. او کسی که حکومت الله را قبول نداره این خیانت کرده. ببینید خائنین دیگه الله کتازی خائنین خصومت کننده نباشی. خائنین دین نمیخواین. او که دین نمیخواه برای خود راه جور میکنه. دین در سیاست کار ندارم، من در سیاست کار ندارم، من در اقتصاد کار ندارم، من جهاد نمیکنم، من خشونت است. العیاذ بالله. الله میگه اینا خائنین است. کتی خائنه زیاد جرا بحث نکن. در آیت دیگه الله متعال میگه و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. میگه الله متعال میگه این قرآن که ما نازل کردیم، قرآن عظیم شانه، میگه این قرآن عظیم شان چه خصوصیت ها داره؟ اول مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، او اعتقادات درسته که تحریف نشده در کتاب های دیگه او را تصدیق میکنه. یعنی تصدیق کننده تورات حقیقی است، تصدیق کننده انجیل حقیقی است. عقیده توحیدی که در تورات و انجیل بود این هم هست. اخلاقی که در تورات و انجیل بود در این هم هست. و مهیمنا علیه، لکن آل فعلا که این کتاب آمده این حاکم است بالای از اونا. چی معنی حاکم است؟ آل دیگه به او حکم نمیشه، باید به این حکم بکنی. آل این حکم آمد. تورات به بنی اسرائیل، انجیل به بنی اسرائیل، لکن قرآن آمد برای کل عالم بشریت، به بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل، به اروپایی و آسیایی و افریقایی و امریکایی و انتراکتیکایی و استرالیایی و برای سیاه‌پوست و سفیدپوست و برای کل زردپوست و کل از اینا. این الله متعال میگه که این قرآن اینی خصوصیات داره. تصدیق میکنه اعتقاداتش، لکن بالا از اون مهیمن است. آل فعلا حکم مطابق قرآن میشه. فحکم بینهم بما انزل الله. پس ای پیغمبر تو حکومت بکو، حکم بکو در بینشان. بما انزل الله، با آنچه که الله در این قرآن عظیمشان نازل کرده. ولا تتبع اهواءهم، و اهوا و خواهشات از اینا را متابعت نکن. اما جاءک من الحق، از آنچه که بر تو حق آمده. وقتی که بر تو حق آمد خواهشات و خواسته های از اونا را باز قبول نکن. یهود یک چیز میگن، نصرانی‌ها دیگه چیز میگن، مشرکین دیگه چیز میگن. متابعت. لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. الله متعال میگه برای هر پیغمبر وقتی کتاب آمد بر از یک شریعت خاص بود. عقیده کل پیغمبرها یک چیز است، اخلاق کل پیغمبرها یک چیز است، اما شریعت پیغمبرها فرق میکنه.
در شریعت از یک قسم حکم بود، در شریعتی که در قرآن و سنت است دیگه حکم است. لکل جعلنا منکم شرعتا، شریعت و منهاج و اسلوب و روشی که این شریعت چی کنه؟ تطبیق بکنه. بنابراین در قرآن عظیم الشان شریعتش چی هست؟ اینم تو یک شریعت کامل هست که در زمین الله این حکم الله باید تطبیق شود. متوجه هستیم؟ ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. اینه. خب این سوره مائده آیت 48 بود. همین قسم در سوره مائده آیت 49 چی میگه؟ میگه و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما انزل الله. ای پیغمبر حکم بکو، حکومت بکو در بینشان بما انزل الله، با آنچه که الله نازل کرده. ولا تتبع اهواءهم، خواسته ها و خواهشات از این اهل کتاب متابعت نکن. واحذرهم، و در حذر باش، بترس ان یفتنوک عن بعد ما انزل الله، که اینا از بعضی به آنچه که الله نازل کرده تو را در فتنه پرتن، تو را از او را دور کنن. که نه در اسلام سیاست نیست، در اسلام ای تندی هست، ای تشدد است، ای مچم چطور است. این وشکو که پیغمبر و ای وشکو ای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو را این مردمای چرب زبان، این مردمایی که عادت خاصیت یهود و نصارا را دارن، تو را از دین الله مطابق خواسته های خود با زبانهای چرب خود بازی ندن. فان تولوا، اگر اینا رو گشتندن، فعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، پس بفهم که الله اراده کرده که اینا را به بعضی از گناهاشان باز بگیره. و این کثیر من الناس لفاسقون، بسیاری مردم فاسق هستند. شما اگر اطاعت از اکثریت بکنین الله میگه اینا فاسق هستند. و این کثیر من الناس لفاسقون. پس اینجا چی شد؟ این مسائل حکومت. و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، باز الله متعال میگه وقتی که حکم کردی، قضاوت کردی، فیصله کردی، ای پیغمبر فکر باشه که در شریعت تو حکم به چی است؟ به قسط، به عدالت است. ان الله یحب المقسطین، الله باز در قضاوت انسانهای عادل دوست داره. در آیت دیگه باز بر پیغمبر صلی الله علیه و میگه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. این کسایی که میگه ما مسلمان هستیم، الله میگه قسم است بر رب تو که یا مؤمن نیستن. الله ادعا میکنه ما مسلمان هستم، کلمه میخوام. الله میگه نیست مسلمان حتی یحکموک، تا که تو را حکم و قاضی قرار نده و فیصله کننده قرار نده در اختلافاتشان. وقتی که اختلاف کردن، وقتی مسلمان است که بگوید در امی اختلاف خود میبینیم که الله و رسولش چی میگه. اگر گفت رواج چی میگه، اگر گفت خارج چی میگه، اگر گفت ملل متحد چی میگه، اگر گفت سیاست جهانی چی میگه، سیاست بین المللی چی میگه، سیاست اروپایی چی میگه، مارکس چی میگه، لنین چی میگه، ارسطو چی میگه، سقراط چی میگه. ای باز مؤمن نیست، ای باز مؤمن نیست. فلا و ربک، پس قسم از بر رب تو لا یؤمنون، اینا مؤمن گفته نمیشن تا که تو را حکم و قاضی قرار ندن که مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در بینشان قضاوت کنی. خب پیغمبر به قضاوت خواستن و فیصله پیغمبر شد. آیا اینا مسلمان هستن؟ مسلمان هستن؟ میگن نه. ولا ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، باز در نفسای خود حرج و دلتنگی نداشته باشن. یعنی یک نفر به قضاوت به حکم الله و رسول تسلیم هست لکن دلتنگ است، باز میگه مسلمان نیست. بلکه باید با قلب پرقناعت و در قلب دلتنگی نباشه، بلکه با بسیار خوشی قبول بکنی. این هم کرد، مسلمان شد. نه، یک شرط دیگه هم داره. دیگه شرط هم داره، بله. اون شرط سومی چی است؟ و یسلم تسلیما. پس 100% باید به حکم الله و رسولش چی باشه؟ تسلیم باشه. 99% هم کافی نیست، 100% باید به حکم الله 100% تسلیم باشه. او وقتی مؤمن واقعی هست. فلا و ربک لا یؤمنون، مؤمن نیستن الله میگه مگر به چند شرط. اول یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت
و سومش و یسلم تسلیما. سبحان الله. علامه رازی چی میگن؟ علامه رازی میگه و هذا نص فی تکفیر من لم یرضى بحکم الرسول علیه الصلاة والسلام. بعضی میگه تکفیر در اسلام نیست، تکفیر در اینجا فرض است. علامه رازی یک مفسر بسیار بزرگ اسلام است. کتابی داره به نام چی کتاب داره؟ مفاتیح الغیب. در سال 606 هجری، چند قرن قبل، 606 هجری این چی شده؟ حالا 1400 است، این 600 هجری تکفیر میکنن. چی میکنن؟ میگه و هذا نص فی تکفیر من لم یرضى بحکم الرسول علیه الصلاة والسلام. میگه این نص است در تکفیر کسی که حکم رسول صلی الله علیه و سلم قبول نداره. خب هفتم و هو الحاکم الذی، ایره انشاءالله در درس بعدی میخونیم. و السلام علیکم و رحمت